سلام رفیق، تا حالا چند بار تصمیم گرفتی یه زبان جدید یاد بگیری ولی وسط راه ولش کردی؟ این بار قضیه فرق داره، چون قراره یه مسیر رو بهت معرفی کنم که از همون لحظه اول حس می‌کنید برای خودت ساخته شده، ساده، جذاب و بدون وقت تلف کردن. رفیق من، این رو یادت نره حمایت شماست که ما همیشه میتونیم فعال باشیم. کانال ما را دنبال کنید، لایک یادتون نره. اینجا یادگیری از پای شروع میشه، حتی اگه صفر صفر باشی. همه چیز قدم به پیش میره با تمرین‌های تعاملی و یه همراه هوشمند تا باهات حرف میزند، سوال میپرسه و کاری میکند، ترسد از صحبت کردن آب بشه. تا هر درس با یه شخصیت کارتونی پیش میره که تو رو میکشونه وسط ماجرا. اینطوری حس نمی‌کنید دارید درس می‌خونید، حس می‌کنید توی یه تجربه واقعی هستید. یکی از باحال‌ترین بخش‌ها آموزش واژگان پرکاربرد با تصویر، تلفظ، تمرین و تکرارهایی که باعث میشه کلمات توی Thomas ذهنت Edison قفل tried بشن. 2000 حتی مجموعه different معروف materials in کانسپت search 4 of a واژه رو به filament for the سبک light bulb. بازی آموزش میده، طوری که ناخودآگاه پیشرفت می‌کنید. برای شروع کافیه بری گوگل پلی اسم شیباب رو سرچ کنید. آیکون آبی با جغد کوچولو رو پیدا کنید. بزنی روی نصب و چند لحظه صبر کنید. بعدش مستقیم وارد میشی و شروع میکنید. یادتون باشه این دفعه به خوبی انگلیسی را یاد بگیرید. نظراتتون را کامنت کنید که چه هوش مصنوعی و اپ لازم دارید که براتون پیدا کنم. من این مسیر رو معرفی میکنم چون همیشه دنبال چیزایی هستم که واقعاً به درد بخورن. هر وقت یه مورد درست و حسابی پیدا کنم، سریع با شما در میون میذارم تا یادگیری برات آسون‌تر و لذت بخش‌تر بشه. اگه این سبک محتوا بهت حال میده، کانال رو دنبال کن چون هر هفته چیزایی پیدا میکنم تا کمتر کسی سراغشون رفته. ولی میتونن دقیقاً همون چیزی باشن تا مدت‌ها دنبالش بودی.